سلام و درود به همه شما کارآفرینان عزیز. امیدوارم هر جا هستین خوش و خرم باشین. باز هم به پادکست پامیکست خوش آمدید. تو قسمت قبل در مورد هزینه‌های پنهان درباره لوجستیک صحبت کردیم و دیدیم که چطور یه اشتباهی کوچیک میتونه سود شما رو نابود بکنه. امروز می‌خوایم به صورت کاملا عملی و قدم به قدم بریم سراغ یکی از حساس‌ترین مراحل فرآیند آماده‌سازی محصول برای انبارهای آمازون یا همون FBA پر. شاید فکر کنید این یک کار ساده و پیش پا افتاده است. چند تا برچسب میزنید و تمام. اما حقیقت اینه که 90% مشکلات و تأخیرهایی که برای فروشنده‌ها توی انبار آمازون پیش میاد به خاطر اشتباهات همین مرحله است. یه اشتباه کوچیک در FBA پر میتونه باعث رد شدن کل محمول بشه و هزینه‌های سنگین و از دست رفتن فروش برای هفته‌ها بشه. ببینید دوستان، آمازون یه ماشین قول‌پیکر و تمام اتوماتیکه. این ماشین زبان ما آدم‌ها رو نمیفهمه. زبان اون بارکدها، استانداردها و قوانین مشخصه. اگه شما به زبان اون صحبت نکنید، اون شما رو از سیستمش بیرون میندازه. به همین سادگی. فروشنده‌های میلیونی آمازون این موضوع رو بهتر از هر کسی میدونن و اونا میدونن که موفقیت در آمازون فقط انتخاب محصول و بازاریابی نیست، بلکه به برتری در عملیات یا همون Operational Excellence بستگی داره. اونها به فرآیند FBA پر به چشم یه هزینه نگاه نمی‌کنن، بلکه به چشم یه سرمایه‌گذاری برای جلوگیری از فاجعه نگاه می‌کنن. تو این کارگاه عملی می‌خوایم 5 قانون طلایی FBA پر رو با هم مرور بکنیم. اینها همون قوانینی هستن که فروشنده‌های 7 رقمی هر روز ازشون استفاده میکنن تا مطمئن بشن محصولاتشون سریع و بدون مشکل در انبارهای آمازون پذیرش بشن. قانون طلایی شماره 1 FNSKU پادشاست. مهمترین چیزی که آمازون برای شناسایی محصول شما استفاده میکنه بارکد FNSKU است. این بارکد شناسه منحصر به فرد محصول شما در انبار آمازونه. خیلی از تامین کننده ها یا فروشنده های تازه کار بارکد UPC محصول رو با FNSKU اشتباه میگیرن یا بدتر برچسب FNSKU رو طوری میزنن که بارکد اصلی محصول UPC هنوز دیده میشه و قابل اسکنه. این کار باعث میشه ربات‌های آمازون گیج بشن و محصول شما را اشتباهی شناسایی کنن. یه نکته میلونی از دنوس، یکی از کارآفرینان موفق ای کامرس، همیشه میگه قبل از ارسال خودتون شخصا یه نمونه از محصول آماده شده رو چک کنید و مطمئن بشید که برچسب FNSKU کاملا بارکد اصلی رو پوشونده. این یک کار 5 دقیقه‌ای میتونه از یه فاجعه $5000 جلوگیری کنه. قانون طلایی شماره 2 با کیسه های پلاستیک شوخی نکنید. اگه محصول شما تو کیسه پلاستیکی بسته‌بندی شده و دهانه کیسه بزرگتر از 5 اینچه، یعنی حدوداً 12 سانتی متر، شما قانونا موظف هستید که یک برچسب هشدار خفگی روی اون بچسبونید. این فقط قانون آمازون نیست، قانون فدرال در آمریکاست. نادیده گرفتن این قانون اگه آمازون محصول شما رو بدون این برچسب بگیره، یا کل محمول رو رد میکنه یا اینکه خودش اینو برچسب رو براتون میزنه و یه هزینه خیلی سنگینی حدوداً 20 تا 50 سنت برای هر محصول ازتون میگیره. و یه نکته میلونی دیگه براتون بگم، همیشه یک چک لیست آماده‌سازی داشته باشید و این مورد رو به عنوان یکی از موارد اصلی توش بنویسید. به تامین کننده‌هاتون فقط نگید برچسب هشدار بزن، بلکه عکس و متن دقیق برچسب رو براشون بفرستید. قانون طلایی شماره 3 تست سقوط سفوتی رو حتما جدی بگیرید. بسته‌بندی محصول شما باید اونقدر محکم باشه که اگه از ارتفاع حدوداً 1 متری روی سطح بتونی بیفته، محصول داخلش هیچ آسیبی نبونه. یادتون باشه کارمندهای انبار آمازون با بسته‌های شما با لطافت برخورد نمی‌کنن. استفاده از کارتون‌های نازک و ضعیف برای اینکه در هزینه‌ها صرفه‌جویی کنید، این کار آخرش منجر به آسیب دیدن محصول، برگشت خوردن کالا توسط مشتری و گرفتن نظارت منفی میشه. حالا یه نکته میلیونی دیگه هم که میخوام براتون بگم از تاتیانا جیمز، یکی از اینفلوئنسرهای معروف فروش در آمازون، پیشنهاد میکنه که از تامین کننده‌تون بخواید از فرآیند بسته‌بندی فیلم بگیره و براتون بفرسته. حتی بهتر از اون، از یک شرکت بازرسی بخواید که این تست رو براتون انجام بده. قانون طلایی شماره 4 سولد اسید رو فراموش نکنید. اگه محصول شما به صورت یه بسته چند تایی فروخته میشه، مثلا یه بسته 3 تایی جوراب، شما باید یه برچسب بزرگ و واضح با عبارت سولد اسید یا دو نات سپرید رو روش بچسبونید، وگرنه کارمندهای انبار آمازون ممکنه بسته شما رو باز کنن و محصول رو تکی بفروشن. این که فرض کنید کارمندهای انبار خودشون متوجه میشن که این بسته است، نه، متوجه نمیشن. شما باید به زبون خودشون باهاشون صحبت کنید. قانون طلایی شماره
5 به تامین کننده هاتون اعتماد نکنید، اما بهشون آموزش بدید. این شاید مهمترین قانون باشه. اکثر تامین کننده ها در چین متخصص فروش در آمازون نیستن. اونها قوانین FBA رو به خوبی شما نمیدونن. یه اشتباه رایجی که اغلبا میکنن این که یه ایمیل به تامین کننده میفرستید و میگید لطفاً طبق استانداردهای آمازون آماده سازی کنید. این جمله هیچ معنی نداره. حالا میخوام بازم یه نکته میلونی از گرگ مرسر، مؤسس جانگل اسکات، که میگه شما باید یه سند راهنمایی آماده سازی گایدلاین بسیار دقیق، تصویری و قدم به قدم برای تامین کننده‌هاتون بسازید. تو این سند با عکس و ویدیو بهشون نشون بدید که دقیقاً چی میخواید. این سند مهمترین بخش قرارداد شما با تامین کننده است. دوستان عزیز، FBA یک کار خسته کننده و پر از جزئیاته. دقیقاً به همین دلیله که خیلی از فروشنده ها تو شکست میخورن و دقیقاً به همین دلیله اگه شما توی این کار به برتری برسید یه مزیت رقابتی بزرگی رو به دست میارید. شما حالا دو راه دارید. یکی خودتون استاد این قوانین بشید و یه سیستم دقیق برای آموزش و کنترل تامین کننده‌هاتون بسازید، یا اینکه این کار رو به یه شرکت متخصصی مثل ما به روسپاری کنید. اینجاست که پامیکا وارد میشه. ما فقط یه شرکت حمل و نقل نیستیم، ما تیم شما در چین هستیم. ما این قوانین رو درست میشناسیم و ما محصولات شما رو توی انبارهای خودمون توی چین با هزینه بسیار کمتر از آمریکا به صورت حرفه‌ای آماده سازی، بازرسی و بسته‌بندی می‌کنیم و بعد به انبارهای آمازون می‌فرستیم. ما خیال شما رو از این مرحله پردردسر راحت می‌کنیم تا شما بتونید روی کار که توش بهترین هستید، یعنی رشد کسب و کارتون، تمرکز بیشتری داشته باشید. در قسمت بعدی پامیکاست به سراغ یه مفهوم قدرتمند برندسازی از کتاب جایگاه یابی میریم و یاد میگیریم چطور در ذهن مشتری اولین و بهترین باشیم. اگه این کارگاه عملی براتون مفید بوده، اون رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید و در کامنت ها به ما بگید بزرگترین درسی که امروز در مورد FBA یاد گرفتید چی بوده. من اسحاق احمدی هستم. در جزئیات به برتری برسید. موفق باشید.